خفن‌ترین و بهترین و گنگترین کانفیگ این سیزن رو رایگان بگیرید. چطور این بچه ها؟ چه خبر؟ اسم امیریسسه و خوش اومدین به این ویدیو. خب بچه ها، قبل از هر مقدمه بهتون میگم گیم پلی خیلی خوبه. 20 تا کیل تو یه مچ اوپن. ممنونتون میشم تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. خب آقا، اصلا من باید برای چی کانفیگ بدم؟ خب همونجوری که خیلیاتون میدونین، خیلیاتون هم نمیدونین. آقا این سیزن خود اکتیویژن دیفالت کیفیت و کوالیتی گیم ها خیلی بالا برده. خب این باعث چی میشه؟ باعث میشه به سی پی و پروزنده گوشی فشار بیاد و لگ بگیرن. اون دیوایس هایی که قبلا لگ نمیگرفتن لگ بگیرن، اونایی که قبلا لگ میگرفتن لگشون بیشتر بشه و بمانن. حالا من اومدم چیکار کردم؟ من اومدم کانفیگ گرفتم. حالا قیمتش هم خیلی بالاست، اصلا مهم نیست و میخوام اینو به صورت هدیه برای کسایی که میان چنل رو ساب میکنن و لایک میکنن و کامنت میذارن بدم. حالا آقا شب براتون سوال باشه اصلا کانفیگ چی هست، چجوری هست؟ خب ببینید، اول که کانفیگ فیکس لگه. یعنی چی؟ یعنی آقا لگتون رو صفر میکنه برای کسایی که خیلی لگ کم دارن. برای کسایی که خیلی لگ دارن لگشون رو تا حد امکان کم میکنه. این خیلی عالیه برای لگ، یعنی واقعا لگتون رو خیلی کم میکنه. از اون طرف ایما ریجستریتون هم خیلی عالی میکنه. مثلا شما هیپ فایر با رایفل بزنین، قبلا از مثلا 20 تا تیرتون 5 تاش ریجستر میشد، الان 15 تاش ریجستر میشه. و حالا بماند که ریجستری شاتگان هم خیلی عالی میکنه و درصد وان تپ هم خیلی بالا میبره. حالا شاید براتون سوال باشه که آقا اساس ما این کانفیگ رو از کجا باید بگیریم، چجوری باید بگیریم؟ من آخر این ویدیو آیدی تلگراممو میذارم. شما ویدیو رو تا آخر که دیدید آقا یه ساب میکنید، یه کامنت انگلیسی میذارید، یه لایک هم میکنید، یه اسکرین شات از همش میگیرین میفرستین پی وی تلگرام من اون موقع میگم آقا من نوکردم هستم، دمتم گرم، براتون 3 تا فایل ارسال میکنم. 2 تاش کانفیگه که باید بزنین رو فایل گیم، یکیش یه برنامه است. خب حالا شاید بعضیتون بلد نباشین که مطمئنم خیلی هم بلد نیستن چجوری باید این کانفیگ رو بزنن. آقا کاری نداره، واقعا من فردا یه ویدیو آپلود میکنم برای همین روزی که دارین دقیقا ویدیو رو میبینین. آقا آموزش زدن کانفیگ به ساده ترین روش تو اصلا 2 دقیقه طول میکشه. خب آموزششو میذارم برای کسایی که مثلا کانفیگ رو گرفتن تو چنل تلگرام، لینکشو میفرستم. تو چنلم هست به صورت پابلیک، یعنی همه میتونن ببینن. و اون طرف لینک توی دیسکریپشن لینک همین ویدیو رو میذارم. آقا کسایی که کانفیگ رو نگرفتن بیان کانفیگ رو بگیرن. حالا چی خوبه؟ شما که دارین این ویدیو رو همین الان میبینین، اصلا خیلی کار راحتی، اصلا 5 ثانیه هم وقتتون رو نمیگیره. یه ساب کنین، یه لایک کنین، یه کامنت انگلیسی هم بذارین، اسکرین شاتشو بفرستین پی وی تلگرام من و خیلی راحت کانفیگ رو دریافت کنید. فردا ویدیوشو که گذاشتم یا لینکشو براتون میفرستم یا خودتون دیگه اون زانگوله رو بلدین بذارین، اون زانگوله رو بذارین رو آل، براتون میاد دیگه نوتیفیکیشنش. خیلی راحت میتونین بیان کانفیگ و آموزش زدنشو ببینین، بزنین، لذت ببرین دیگه. خیلی راحت و ایزی. ماما میا ماما سیتا، تمام شده رفت. آقا شاید هم براتون سوال باشه که من خودم کانفیگ میزنم یا نه. بله. چرا؟ ببین من دیوایسم 11 تی پروه و اگه نخوام کانفیگ بزنم واقعا به شدت لگ میشم. یعنی دیگه دیوایس من که اسنپ دراگون 888 روشه لگ میشه. حالا کاری هم به هیچیش نداریم و اینکه آقا این کانفیگ واقعا برای موبایل پلیری که لگن یا مثلا ایمشون ضعیفه یا کلا تجربه زیادی برای بازی ندارن واقعا حلاله. اصلا نگرانی نباشین که وای کانفیگ زدم کار بدی کردم، ظلم در حق بقیه پلیراست. نه، الان خیلی راحت و دوستانه بهتون میگم الان 99% پلیرها کانفیگ و دی ان اس هم کوفت و زهر ماری میزنن. این دیگه مثلا الان آقا من رفتم بهترین کانفیگ سیزن رو هزینه کردم گرفتم، الان دارم گیو خیلی راحت میکنم. عشق کنید دیگه. ساده تر از این نخواین برین 450,000 تومان پول کانفیگ بدین. خیلی راحت هم ویدیوهای آموزشیشو فردا میبینین، هم خود کانفیگ رو میگیرین. آقا دمتون هم گرم دیگه، دمت تک تکتون گرم که دارین این ویدیو رو میبینین
و اینکه فکر کنم تا 10-15 روز دیگه تا سیزن بعدی مونده باشه. من سیزن بعدی هم دوباره همین برنامه رو دارم، یه بهترین کانفیگ سیزن رو پیدا کنم بگیرم و آقا دیگه مثلا سیزن بعدی به همه نمیدم، به 20 نفر اولی که پیام بدن میدم. حالا کاری به اونش نداریم، حالا بماند تا سیزن بعدی چه اتفاقی میخواد بیفته، ما زنده این مردیم، کالا پاک شده، چی اتفاقی افتاده. البته خدا نکنه ایشالله به سیزن بعدی هم میرسیم و من دوباره کانفینگ رو براتون میزنم که نخواین آقا برین هزینه اینقدر سنگینی بکنین، پول تو جیب اون کانفینگ فروشه بکنین. آقا دمتون هم گرم دیگه. گیم پلی خیلی خوب بود از نظر خودم، ولی خب شات نمایشی خیلی نداشت، اما خودم با گیم پلی حال کردم. و اینکه دمتون هم گرم. من امیرسس هستم، پلیر 6 انگشته موبایلی روی موبایل. و اینکه ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. قلب منید. فعلا خداحافظ. باشه باشه.